این لباس ها رو اگر به شما رایگان با یه پول اضافه هم دادن اصلا قبول نکن و نپوش. این شلوارای بگی با ضعف خیلی زیادشون دموده شدن و ظرافت استایل زنونه‌ای شما رو از بین میبره. فوقش به درد دخترای 15 تا 16 ساله میخوره. افتضاح ترین آیتم عینک با شیشه های آینه‌ای یا جیوه‌ایه، چون عینک یه اکسسوری خیلی مهمه تو استایلتون و با یه ذره کثیف شدن شیشه های این عینک استایلتون به فاجعه تبدیل میشه. به جاش از این دو مدل عینکی که خیلی ترندن میتونید استفاده کنید. شماره یه سه جوراب شلواریای طرحدار که حدود 5 سال پیش خیلی ترند بودن، اما این جوراب شلواریا چشم بیننده رو خسته میکنه و زیبایی آیتمای دیگه استایل شما رو از بین میبره. کیف و کفشای لوگودار مخصوصا اگر فیک باشن استایل شما رو خیلی ارزون و بی کلاس نشون میدن و تا اونجایی که میتونید اصلا ازشون استفاده نکنید. مورد پنجم هم برای آقایونه هم برای خانوما. شلوارای اسکینی خیلی وقته که از مد افتادن و ظاهر استایل شما رو اصلا قشنگ نشون نمیدن. تنها کاربردشون با بوت بلند برای فصل زمستونه.